امام صادق علیه السلام در رابطه با امام زمان و عصر غیبت 5 تا توصیه دارن. توصیه اول امام صادق اینه، فرمود هر کس 40 صبح دعای عهد را بخواند. دعای عهد تو مفاتیح الجنان بعد از دعای ندبه هست. فرمود هر کس 40 صبح دعای عهد را بخواند از یاوران مهدی ما اهل البیت خواهد شد و اگر قبل از ظهور امام زمان از دنیا برود در عصر ظهور خدا او را زنده می کند و از اصحاب حضرت مهدی خواهد شد و به ازای هر کلمه از دعای عهد خدا 1000 حسنه به او عنایت می کند و 1000 گناه او را پاک می کند. توصیه شماره 2 امام صادق در رابطه با حضرت مهدی اینه، فرمود به زودی دوران حیرت و سرگردانی شما پیش خواهد آمد که در اون عصر به این راحتی کسی نجات پیدا نخواهد کرد. راوی میگه گفتم یبن رسول الله ما چیکار کنیم نجات پیدا کنیم؟ حضرت فرمود دعای غریق را بخوانید. دعای غریق چیه؟ ببینید روزی 1 مرتبه حداقل این دعا رو بخونید. یه تصمیم بگیرید تو دعای دستاتون یه وعده این دعا رو بخونید. یه دعای یه خطی، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تمام. این دعا دعای غریقه. امام فرمود در او عصر حیرت و سرگردانی که قرار گرفتید، در او عصری که به راحتی آدم ها بیدین میشن، طرف صبح متدین شب بیدین میشه، در او عصر که قرار گرفتید دعای غریق را بخوانید. توصیه 3 امام صادق علیه السلام اینه، حضرت فرمود هر کس بعد از نماز صبح و بعد از نماز ظهر 1 بار بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی. نمیمیرد تا مهدی ما را درک کند، نمیمیرد مگر اینکه مهدی ما اهل البیت رو درک کنه. توصیه 4 امام صادق فرمود هر کس در نماز عصرش سوره والعصر را بخواند و مداومت داشته باشد. نماز عصر که میخونید در رکعت اول بعد از هم سوره والعصر رو بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این آیه، این سوره کوتاه ولی بسیار پرمفهوم و پرمطلب، فرمود در نماز عصرتون مداومت داشته باشید سوره والعصر را بخوانید، جزء یاوران حضرت مهدی محسوب خواهد شد. و اگر قبل از ظهور امام زمان از دنیا رفتید انشاءالله در عصر ظهور خدا شما را زنده میکنه، رجعت میکنید، برمیگردید در لیست یاوران امام زمان قرار میگیرید. 5 توصیه فرمودن دعای معرفت را بخوانید. دعای معرفت چیه؟ اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني.